اسم کولپد که میاد یه سری مقاله تو اینترنت هست که میگن آقا به در لپتاپ نمیخوره. چرا؟ چون 2-3 درجه دمای لپتاپ میاره پایین، پس زیاد مناسب نیست، اصلا استفاده نکنین زیاد فرقی هم نمیکنه واسه لپتاپ. ولی چرا حتی همون 2-3 درجه هم برای لپتاپ خیلی مناسبه که ازش استفاده بکنیم. بریم که با هم داشته باشیم که ببینیم کولپد به لپتاپ ما میخوره یا نه. سلام و درود، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز اومدیم که با هم بررسی بکنیم این کولپد به لپتاپ ما میخوره یا نه، اصلا ضروری استفاده بکنیم یا عمر مفید سخت افزار ما رو بالا میبره یا نه. همین اول ویدیو بهتون بگم آره به لپتاپ ما میخوره. لپتاپ ها امروزه وسیله کاربردی شدن که هر شخصی داره از اون استفاده میکنه، چه برنامه نویس باشه، چه گیمر باشه، چه حالا کارهای ترید ادمین و غیره باشه، از اون استفاده میکنم. و همینطور لپتاپ تشکیل شده از سخت افزار و میشه گفت سی پی یو، مادربرد، رم، هارد و غیره. اینا وسیله سخت افزاری هستن که داغ میکنن و حتی خود فن لپتاپ هم در حالت گردش که اصلا سرعتشون بالاست داغ میکنن و حتما باید از کولپد استفاده بکنیم که این فن خود لپتاپ یا اون هارد یا سی پی یو داغ نکنه. چرا؟ چون اگه حتی یه سری لپتاپ هستن که بیش از حد که باهاشون کار میکنیم، مثل کار گیمر یا برنامه‌نویسی، حتی فیلم دیدن، ما دمای لپتاپ تا 94 95 6 درجه ممکن ببره بالا یا اصلا تا 100 درجه بره که لپتاپ اصلا همون موقع خاموش بشه. و یه سریا میگن آقا کولپد رو ما امتحان کردیم 2-3 درجه اومده پایین یا همون 4 درجه اومده پایین، ولی حتی همون 4 درجه هم خیلی واسه لپتاپ مهمی که لپتاپتون اون موقع خاموش نمیشه. بریم که با هم فواید کولپد رو با هم ببینیم. از فواید کولپد بخوام براتون بگم اینی که کاهش دما رو میتونه تا 10 درجه سانتیگراد اونو کاهش بده و میتونه عمر مفید سخت افزاری لپتاپ ما رو ببره بالاتر. یا حتی میتونه توی خنک‌کاری فن، که همون خود فن یه فنی داری که خنک‌کاری میکنه دیگه صدا نمیده بعد از یه مدت، چون فن کثیف میشه صداش خیلی زیاد میشه یا اصلا باید عوضش بکنیم. چرا؟ چون یا رو فرش میذاریم یا رو تخت میذاریم یا جایی میذاریم مثلا مناسب نیست، همین گرد و خاک میره داخل خود لپتاپ و ممکنه اون گرما خارج نشه، بیشتر وارد لپتاپ بشه و اون فن یا اون سی پی یو رو از بین ببره و خیلی هم کولپد مهمه برای لپتاپ. یه سری لپتاپ ها هستن، اصلا یه سری نه، همه لپتاپ ها زیادشون از آلومینیوم تشکیل شده و این آلومینیوم گرما رو به خودش جذب میکنه و همیشه باید از کولپد استفاده کنیم تا این گرما خارج بشه. مکبوک خروجی هواش از بغلشه، حتی واسه اونم باید کولپد استفاده بشه. حالا اونو که تا حالا من ندیدم آزمایش کنم، ولی باید حتما آزمایش بشه. تا حالا تو یوتیوب یا فیلم دیگه هم ندیدم من اینو، ولی حالا لپتاپ مثل ایسوس، اچ پی، ایسر، دل، لنوو ایناشون گرماشون از زیر لپتاپ و آلومینیوم هستن، حتما باید استفاده بشه. و افزایش عمر مفید خود لپتاپه که داغ شدن لپتاپ باعث کم شدن عمر مفید لپتاپ میشه. یا مثلا اون باتریمون ممکنه باتری باد بکنه، کیبورد هم تا خودش خراب بکنه. لپتاپایی که باتری داخلی دارن ممکنه اصلا کلا کیبورد هم خراب بکنه و سطح کیبورد بیاد بالا، نتونی یه سری دکمه ها رو بزنی. و حتی میگم کولپد مهمه تو این زمینه ها. حالا برای خرید کولپد معمولی یه سری فاکتورها نیازه که باید داشته باشه. بریم که با هم داشته باشیم. حالا برای خرید کولپد معمولی یه سری فاکتورها نیازه که باید اونا رو رعایت بکنیم. اندازه کولپد با لپتاپمون. یه سری کولپدها هستن که واسه لپتاپ‌های مینی استفاده میشن که اونا خب معلومه واسه لپتاپ‌های مینی و بدل لپتاپ‌های مثل 15 و 6 17 اصلا مناسب نیستن. و حتما باید توی خرید لپتاپ کولپدمون هم باید اینو دقت بکنیم که آقا لپتاپ کولپد کوچیک لپتاپ بزرگ نمیخواد. چرا؟ چون فنای خود اون کولپد کوچیک هم کوچیکه و نمیتونیم خیلی خوب لپتاپ رو خنک بکنه. دوم که تعداد فنه، هرچی تعداد فن بیشتر باشه قطعا تو خنک کاری هم بیشتره. حالا این مهم نیست که توی بالای فن بالای کولپد باشه 2 تا فن باشه بالا، 2 تا فن پایین، 4 تا فن باشه یا نه. اکثر کولپدایی که تو بازار هستن یا یه دونه فن بزرگ هستن یا 2 تا فنن یا مثلا مثل
مدل‌های تسکو یا غیره از چند تا فن استفاده میکنم. میگم اینا هم حتی یه دونه فن بزرگم باشه باز هم تو خنک‌کاری لپتاپ کارش رو انجام میده. جنس کولپد هستش، یه سری کولپدها هستن جنسشون از پلاستیکه، اینا حتی ممکنه توی خنک‌کاری ضعیف باشن و آب میشن و این آب شدنش هم خیلی ضرر داره، حتی برای خود لپتاپ هم ضرر داره، اصلا خنک‌کاری هم نمیکنه. جنس اگر فلز باشه بهتره، فلز تو خنک‌کاری خیلی مناسبه و میگم فلزی که مثلا برای هدسینکاشون دایره خط خطن شیار دارن، اونا واسه یه خنک‌کاری لپتاپ خیلی بهتره. و دوم که تنظیم ارتفاع باشن، یه سری کولپدها هستن تنظیم ارتفاع ندارن، پای ثابتن. اینا اگه ما مثلا میز تحریر داریم و تنظیم ارتفاع برای ما مناسب نیست، آره این پای ثابت برای ما خیلی خوبه، ولی نه ما مثلا میخوایم رو زمین کار بکنیم، تنظیم ارتفاع باید داشته باشیم که بر حسب دید ما باشه و دیگه آرتوز گردن هم نمیگیریم. پس این نکته هم باید رعایت بکنیم. اگه ما کولپدی هم خواستیم و حالا ما کارمون مثلا رو زمین بودیم، دانشجوییم و میزی نداریم، میخوایم رو زمین کار بکنیم، حتما باید تنظیم ارتفاع باشه که بر حسب دید خودمون باشه که زیاد دولا نشیم یا آرتوز گردن نگیریم. اینا فاکتورهای خرید یک کولپد ساده بود و اگه مثلا در پایان فیلمم بخوام بهتون بگم که آره آقا کولپد برای لپتاپ خیلی مناسبه، هم برای خنک‌کاریش مناسبه، هم برای عمر مفید لپتاپ خیلی مناسبه، عمر سخت افزاری لپتاپ مناسبه و عمر فنشون دیگه، فن صدا نمیده. این 4 تا و غیره هایی هستن که حتما باید تست بشن برای کولپد. امیدوارم که فیلم خوشتون اومده باشه، حتما سابسکرایب بکنین. خیلی خوشحالم این فیلم رو دیدین. مرسی.